سلام كمسك الختام. از 7 گناهی که صاحبش را هلاک می سازد دور باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از 7 گناهی که صاحبش را هلاک می سازد دور باشید. گفتند آنها کدام هایند ای رسول خدا؟ گفتند شرک آوردن به خدا، سحر، قتل کردن شخص، ربا، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ و تهمت کردن زن پاک دامن. روایت بخاری و مسلم. دوستان عزیز، گناهان هلاک کننده یا که گناهان کبیره چه نوع گناه هستند؟ ابن عباس رضی الله عنه میگویند آن گناه را گناه کبیره گویند که انجام دهنده آن را الله تعالی با آتش یا غضب یا لعنت یا عذاب خود وعید کرده باشد. چی کار کرده است؟ وعید کرده باشد، وعده داده است. این گناهان کبیره می باشند. پس ببینید این حدیث را. ربا در ردیف چنین گناهان شرکی به خدا، سحر، قتل شخص، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ و تهمت کردن زنهای پاکدامن در ردیف این گناهان آمده است و این دلالت می کند به بزرگ بودن این گناه. پس از آن رباخوران بپرسیم که آیا آنها شرک به خدا آورده می توانند؟ آیا آنها به پیش ساحران می روند؟ آیا آنها شخصی را قتل می کنند؟ آیا آنها مال یتیم را می خورند؟ آیا آنها تهمت به زنان پاکدامن می کنند؟ و آیا آنها از میدان جنگ فرار می کنند؟ از میدان جنگ بین مسلمانان و کافران. اگر این گناهان را انجام ندهند پس چی طور آنها ربا می خورند؟ حالا آنکه ربا در ردیف این گناهان حرام کرده شده است. و این چنین دوستان فراموش نباید کرد که هر گناه کبیره که خداوند آن را حرام گفته است، اگر شخص آن را حلال گوید از ایمان خارج می شود. چون حلال گفتن حرام کرده خداوند این قبول نکردن آیت است. ربا نیز با آیت های قرآنی، نه با یک آیت، با چند آیت حرام کرده شده است. از جمله سوره بقره آیت 275، سوره آل عمران آیت 130، سوره نساء آیت 161 و سوره روم آیت 39. و کسی که ربا را حلال شمارد او از ایمان، از دین خارج می شود. و کسی که ربا را حلال نشماریده و به آن دست زند، بله او گناهی کبیره کرده است و اگر از این گناه دست کشد، توبه کند و باز بر این گناه نگردد، انشاءالله خداوند گناههای آن را می بخشد. پس در آخر دعا کنیم که خداوند آن برادرانی که به این کار حرام مشغول هستند آنها را به راه راست هدایت بفرماید تا آنها از این کارشان توبه کرده به سوی خداوند بازگردند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.